اخبار کوتاه، دقیق و مهم روز چهارشنبه. سخنگوی امارت اسلامی مولوی ذبیح الله مجاهد میگوید از سوی سر محکمه امارت اسلامی در ولایت فرا به یک تن قاتل حکم الهی یعنی قصاص تطبیق گردید. سرپرست وزارت دفاع ملی مولوی محمد یعقوب مجاهد با نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور افغانستان آقای تام ویست دیدار نمود. معاون وزارت زراعت، آبیاری و مالداری مولوی صدراعظم با رئیس اتاقهای تجارت آقای یونس مومند و یک تعداد از تاجران میوه در کابل دیدار نمود. 250 تن از معتادین پس از درمان از شفاخانه هزار بستر طی مراسم به خانواده‌هایشان تسلیم داده شدند. سرپرست وزارت تحصیلات عالی شیخ الحدیث مولوی ندا محمد ندیم در ننگرهار با محصلین پوهنتون‌های دولتی و خصوصی زون شرق دیدار و جلسه نمود. اشرف چنار قماندان شاهراه عمومی کنر در اداره اسبق به کشورش بازگشت. از سوی شاروالی کابل در ناحیه هفتم دو پروژه سرک و نصب چنار به بهره برداری سپرده شد. یک شنبه هفته آینده چهارمین دور لیگ برتر بزکشی افغانستان آغاز می شود. سرپرست وزارت فواید عامه محترم الحاج ملا عبدالمنان عمری از کار اساسی ترمیم لات غزنی مقر در شاهراه کابل قندهار بازدید نمود. سرپرست وزارت انرژی و آب از نمایشگاه ملی و بین المللی امام ابو حنیفه رحمه الله دیدن نمود. معاون اداری ریاست الوزراء مولوی عبدالسلام حنفی از کار کانال ملی و بزرگ خوشتیپه دیدار نمود.